پیام خواهر موحده ما از زندان مخیم الحول. برادران مسلمان، ما صفهایمان و یک محکم گیرنده ضرورت دارد. آیا من یکی از مادران شما نیستم؟ آیا من یکی از خواهران شما نیستم؟ آیا من یکی از زندانیان زنان مسلمان نیستم؟ چرا صداهایتان خاموش است برادرانم؟ چرا نادیده میگیرید سخنان ما را که گویا نشنیده باشید؟ اینقدر بالایتان ثقیل تمام می شود؟ چرا حرکت نمی کنید؟ چرا صفها را محکم نمی گیرید؟ چرا به خاطر خواهرانتان غمگین نمی شوید؟ برادرانم، ما هر روز از ترس حفظ ناموس خود که مبادا بالای ما تجاوز شود خسته شده ایم. ما هر روز با این ترس خواب شدن که بالای ما چی خواهد آمد خسته شده ایم. به خاطر الله برادرانم، به خاطر الله برخیزید، به خاطر الله سر پا شوید، به خاطر الله کاری بکنید. در حیرتم به امت پارچه پارچه، در حیرتم که در آخرت با خواهرانم چگونه روبرو خواهم شد. در حالی که هرچی داد و بیداد می کنم خواب برده ها بیدار نمی شوم. گفته های از من. در حیرتم که اینها چگونه خوارج و پروژه غربند که با وجود هیچ شناختی شبها قلبم آتش می گیرد از احوالشان و چشمهایم از بغض پر می شود و در اوج سکوت فریاد می کنم. در حیرتم آنهایی که غیرت اطفال اینها را هم ندارند و شب در زیر لحاف گرم و خانه های آباد و ساحه سبز زندگی می کنند. با کدام وجدان لقب تروریست را به اینها می دهند؟ در حیرتم که انسانها وجدانهای خود را فروختند. در حیرتم که آیا اندازه یک طفل سالم هم عقل ندارند و تعقل نمی کنند؟ چطور وجدان دارند؟ چطور پروژه غرب در زمستان از سردی جانسوز در داخل زندانها باذن الله به شهادت می رسند؟ در حیرتم چگونه این جوانانی که خود را یکتا پرست می گویند اما حاکمان باطل را که در قصرها زندگی می کنند به خدایی گرفته و مخالف قوانین الهی از وی پیروی می کنند. در حیرتم آن یکی در دوحه و قطر گدایی می کند و صبح تا شام سلفی هایشان با روسپی های بین المللی است. آنها می شوند مجاهدین کبیر، اما آنهایی که به هیچ کفر سرخم نمی کنند و در شرق و غرب علیه طواغیت می جنگند و انتقام هر مسلمان را می گیرند شدند تروریست. اگر کلام الهی و سنت رسولش نبود این روزها دیوانه می شدم، اما این دو مرا از همه چیزها آگاه کردند. برایم واضح بیان نمودند که صف منافقین از موحدین جدا می گردد. افراد سست عنصر با طوفان‌ها و شمال‌های زندگی مثل برگ‌های خزان می‌ریزند و افراد با ایمان و با اخلاق تا آخرین لحظه عمر مبارزه می‌کنند. پس چه بنویسم در جوابت ای خواهرم؟ آیا بنویسم که برادرانت را افراد زیر نام مدافعین حقوق بشر و مسلمان محاصره کرده اند؟ آیا بنویسم که گروه به نام مجاهدین در خیرات خانه های بین الشیطانی گرد هم آمدند تا به توافق برسند که چگونه برادرانتان را که برای رسیدن به شما مبارزه می کنند قتل عام کنند؟ آیا بنویسم که خاموش باش و همانجا جان بده چون امت چند میلیاردی بی غیرت و اسیر فکری رسانه های غربی و آدم پرست شده اند؟ آیا بنویسم که اشخاص چون مرجعه ها و مدخلی های بدبخت از منبرهای استراحتی شماها را که از سردی و شهادت می رسید اما از توحید نمی گذارید تروریست و خوارج و افراطی خطاب می کنند و اما با آنهایی که بالایشان ظلم می کنند را به بهانه علم نداشتن و ندانستن عذر به جهل می دهند؟ آیا بنویسم که جای تشویق
جوانان به سنگر به سوی شما آنها را تشویق در زیر صندلی نشستن می کنند تا مبادا دولت طاغوتی و کفری وی را به زندان ببرد؟ آیا بنویسم که جوانان بیخرد و سوسیال خور از فرانسه و آلمان و سویدن و مصر و کشورهای طواغیت برای دفاع از وی از مال و جان ناموس خود می‌گذارند، اما برای دفاع از شما سکوت می‌کنند؟ زیرا استادانشان شماها را خوارج و تکفیری و توریست نامیده است. چه بنویسم خواهران؟ ما جز الله یاوری نداریم، راههای ما را بسته اند. پیامبر اکرم اسلام فرمود که حتی اگر بخزیدن روی برف و یا به سینه ها هم می شود، خود را به شماها رسانیده و به امیرتان بیعت کنیم. اما راههای ما را چنان بستند که با خزیدن بر روی سینه ها هم به شما نمی رسیم. و هرگاه از دردهای شما و برادرانتان می نویسیم، ما را القاب افراطی و شستشوی مغزی شده و افسرده و کهنه فکر و احساساتی و غیره را می دهم. خواهرم، هر روز به ظهور امام مهدی بیشتر اعتماد پیدا می کنم و سخت مبارزه می کنم تا بتوانم نسل را از خواب بیدار کنم و آخرین کوشش خود را می کنم که یکی از پلهای ظهور آن شیر مرد شوم و از الله حق می خواهم از من در راه خیش کار گیرد و در آخر چشمانم به چشمان خواهرزاده هایم یعنی اطفال شما باشد و آنها در حال خنده و شادی و رهایی از زندان طواغیت باشند و من چشمانم را ببندم و به درجه شهادت برسم. يفضي به لخلاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك يا غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي به